یک شاخ گل، برنامه شماره 421. این برنامه با همکاری محمودی خانساری، جلیل شهناز، جهانگیر ملک در مایه ابوعطا تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از پژمان بختیاری، سلمان ساوی. گوینده آذر پژوهش. زیبا فراوان دیدم اما تو چیز دیگری، گلهای خندان دیدم اما تو چیز دیگری. در صحبت گل پیکران، در خیل شیرین منظران، دیدم تو را با دیگران اما تو چیز دیگری. شوخ جانی دیدم، باغ جوانی دیدم، زانها که دانی دیدم اما تو چیز دیگری. تنها نه از هر دلبری در شهر زیبایی سری، نه از هر دلبری در شهر زیبایی سری، کز خویش هم زیباتری، آری تو چیز دیگری.
به نام زندگانی داشتم، خواب من شوشید در آغوش جوانی داشتم. امید منم یا
آرزوی حسرتی خوابی خیالی قصه‌ای آرزوی حسرتی خوابی خیالی قصه‌ای تو یک چنین چیزی به نام زندگانی داشتم عزیز من خنده از جهل و مستی خنده از جهل و مستی داشتم بر لب از غفلتی از غم
به نام شادمانی داشتم یا که شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی، چه اگر کنی همه دست من به یکی نزار به دوام کنی. تو شهی یا که ور جان ترا تو مهی یا من که جهان ترا زره چرم چه زیان ترا چه نظر به حال بگدار کنی. تو کمان کشیده و در کمین یا که زنی به تیر زمان کمین همه غمم بود همین که خدا نکرده خطا کنی. امید منم آی جانم وای
عزیز من آخرین درد دل من به دوایی برسد، آخرین ناله شبگیر به جایی برسد، آخرین سینه دلگیر غم آباد مرا روزی از روزنه غیب صفایی برسد. این بود شاخ گل شماره 421.